انرژی مثبت خوبی در اطراف شما در حال شکل گرفتن و قوی تر شدن هست. شما در جمع‌های خوبی شرکت میکنید. میتونه جمع‌های خانوادگی باشه. کلاً کسانی هستن که خیلی به فکر شما هستن. ممکنه بهتون مشاوره بدن چون میدونن شما در حال برنامه‌ریزی کردن برای آینده هستید و شما میتونید از بین انبوه صحبت‌های اونها و افکار خودتون راهتون رو به خوبی پیدا کنید. ماهای اردیبهشت ماهی ممکنه یک پیام از راه دور داشته باشن و شگفت زده بشن و بابت اون بخوان از کسی مشاوره بگیرن. احتمال این که در مسافرت یا راه دور یا به عبارتی دور از موطن اصلی خودتون کسی به شما پیشنهاد ازدواج بده یا از شما خوشش بیاد خیلی بالا هست و 6 وعده تلاش مستمر باعث میشه که شما به دستاورد و پاداشی که در حیطه‌ای که دوست داری، حالا میتونه کاری باشه، احساسی، هر چیزی که مد نظرت هست برسی. دستاورد عالی قراره به دست بیارید به گونه‌ای که اطرافیان هم شما رو تحسین میکنن و یک جوری شما زبان زد میشی و در بین اطرافیان خودتون شهره میشی که این دستاورد رو خیلی شگفت انگیز به دست آوردی و خیلی نتیجه تلاشات رو به زیبایی گرفتی. حالا در هر زمینه‌ای میتونه باشه، تحصیلی باشه، کاری باشه، کنترل وزن باشه، زیبایی و جمال باشه، موفقیت‌هایی باشه که برای شما و اطرافیانت مهم هست. ممکنه به فکر کنترل وزن خودت باشی و پیام خوب اینه که تا 8 وعده دیگه به خوبی میتونی وزنت رو کنترل کنی و به زیبایی و وزن ایدئالی که مد نظرت هست میرسی. شاید کمی دلسرد و ناامید شدی از این بابت که تا یک تاریخ مشخصی به یک دستاوردی برسی و فکر میکنی درها به رود بسته است، ولی اینطور نیست. شما در نیمه‌های پاییز روحیه بهتری پیدا میکنی و مشاوره‌های خوبی دریافت میکنی. میتونه در قالب صحبت با دیگران باشه، کسایی که میان و این افکار مثبت رو به شما الهام میکنن، مثل فرشته‌های زیبای کوچیک که در اطراف شما هستن و در فال شما هم اینجا دیده میشه و حس تنهایی شما به خوبی توسط خودتون کنترل میشه. برای بهبود روحیه بهتر در جمع‌ها بیشتر شرکت کنید. خانم‌هایی که منتظر فرزند آوری هستن، این توی فالشون در فصل پاییز واقعا هست و میتونن به این دستاوردی که مد نظرشون هست برسن. کسانی که در اسمشون هی دو چشم، سین یا میم دارن، یکی یا چند تا از این حروف و در محیط‌های آموزشی کار میکنن، یک سری موفقیت‌های شاخص به دست میارن و نسبت به دیگران برتری کسب میکنن. اگه به فکر مهاجرت هستی، خصوصا برای خانم‌ها مسیر به زودی باز میشه و تا یک وعده دیگه گشایش در زمینه مهاجرت دارین. کسانی که شخص احساسی اونها در فاصله مکانی دوری قرار داره، واقعا دلتنگی نسبت به شما داره ایشون. شما بسیار آدم خوششانسی هستی، چون حتی در تاریک ترین لحظات زندگی خودت بدون اینکه متوجه بشی افرادی به یاد شما هستن، به یاد کارهای نیک شما هستن و همواره از پروردگار طلب موفقیت‌های پی در پی برای شما دارن و ممکنه برای شما دعا کنن، انرژی مثبت بفرستن و ممکنه شما خودتو تنها احساس کنی، اما واقعا تنها نیستی. خیلی از اردیبهشت ماهی‌ها در فصل پاییز به فکر ورود به یک مسیر جدید هستن و به خوبی این کار رو انجام میدن، چون قبل از اون خیلی خوب فکر کردن، برنامه‌ریزی کردن، مشاوره گرفتن و در این فصل پاییز میتونن خیلی موفقیت‌های چشمگیری با ورود به مسیرهای جدید برای خودشون رقم بزنن. اردیبهشت ماهی‌هایی که در اسمشون لام، میم، هی، جیمی، نون، یک یا چند تا از این حروف رو دارن، معاملات ماشین برای اونها مسیرش باز هست. خرید، فروش، تعویض. بهتر در مورد معاشرت‌های خودت با دیگران یک چارچوب زمانی خاصی رو تنظیم کنی که بتونی به کارهای مختلفی که باید برسی در این فصل پاییز به خوبی برسی، چون یک فصل بسیار موفقیت آمیز، شلوغ و پر انرژی هست برای شما و چندین کار مختلف رو باید بتونی شما هندل کنی. برای موضوع نیاز هست که برنامه‌ریزی زمانی خاصی داشته باشید. در جنبندی فال شما اردیبهشت ماهی‌های عزیز میتونم بگم میتونید با دست پر به استقبال فصل زمستان برین و نهایت کسب‌های لازم رو از فصل پاییز داشته باشین، یعنی به نتایج مد نظرتون برسین و خودتون رو وارد مسیر برنامه‌ریزی برای به دست آوردن دستاوردهای بیشتر قرار بدین.